سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به اولین ویدیو کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز آموزش کیک خیس داریم روی بخاری. یکی از خوشمزه ترین کیک ها، آسون ترین کیک هایی که میتونید درست کنید. طرز تهیه‌اش راحته، فقط یه چند تا نکته داره که اونا رو حتما بهتون میگم. پس با من همراه باشید تا آموزش کیک خیس رو بهتون یاد بدم. شما اگه میخواین مواداتون اندازه گیری بکنین، میتونید از لیوان فرانسوی استفاده بکنین. یعنی همه این چیزایی که میگم و با لیوان فرانسوی اندازه بدم. ما برای کیک خیس به شیر و شکر و روغن مایع 1.5 پیمانه است و 50 گرم پودر کاکائو نیاز داریم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر چقدر پودر کاکائوتون بهتر و تیره تر باشه، اون کیک خیستون خیلی خوشمزه تر. خب اول شیر و شکر روغن مایع 1.5 پیمانه رو اضافه میکنیم و شیرم 1.5 پیمانه است. او رو اگه میخوایم 50 گرم پودر کاکائو بدونین چقدر میشه، 4 قاشق غذاخوری سرپر میشه 50 گرم و 50 گرم پودر کاکائو رو میریزیم. وقتی اینا رو همه رو با هم دیگه هم زدیم، یه پیمانه از این سس رو برمی‌داریم که آخر روی کیک هم باید استفاده کنیم، به عنوان سس خود کیک استفاده میشه. بعد اون تو مواد باقی مونده 3 تا تخم مرغ رو داخل یه ظرف دیگه جدا بشکونین و بهش اضافه میکنیم. برای اینکه کیکتون بوی بعد تخم مرغ نگیره، این سفیدی ها نطفه هاشو جدا میکنین ازش و میذارین کنار. یه سفیدی های ریزی داخل تخم مرغ هست، اونا رو جدا میکنین که کیکتون بوی بعد تخم مرغ رو نده. بعد اینکه جدا کردین، نوک قاشق چایخوری بهش وانیل اضافه میکنین. خب حالا این 3 تا تخم مرغ رو دونه بدونه اضافه میکنیم به موادمون و هر کدوم رو 30 ثانیه هم میزنیم. یه دونه تخم مرغ و 30 ثانیه هم میزنیم. سومین تخم مرغ. خب حالا 2 پیمانه آردمون رو تو 3 مرحله به مواد کیکمون اضافه میکنیم و حتما آردتون رو 3 بار الک کنین. اول با همزن خاموش خورده هم بزنیم، همینطوری تا اون که وقتی روشن میکنین یهو همه پخش نشه تو هوا و خیلی کم با همزن میزنیدش و 2 قاشق چایخوری هم بیکینگ پودرتون رو اضافه کنیم که باهاش الک شه. حالا اینو ظرف رو کج میکنیم به این صورت، یعنی نیمه میگیریم و زیر و روش میکنیم تا موقعی که این قشنگ گوله های آرد از بین بره. به این کار میگم فولد کردن. وقتی ما آرد رو تو 3 مرحله بهش اضافه میکنیم، دوبار اول با همزن خیلی کم هم میزنیم و بار سوم رو فولد میکنیم زیر و رو که پف کیک نخوابه. خب بچه‌ها، من حتما یه نکته رو بهتون بگم. اگر قرار می‌خواید بخاری درست کنین، یه چند باری که درست کنین دماش دستتون میاد و اینکه اول قالبو که می‌خواید بذارین بخاریتون دماش زیاد باشه که اون قالبتون قشنگ گرم بشه و داغ بشه. بعد اینکه گذاشتین موادتون رو ریختین، خیلی کم، یه خورده کم می‌کنین، در حد متوسط می‌ذارین، نه یهو شعله رو پایین بیارین که یهو دماش از مثلا داغی بیاد رو متوسط. خیلی کم کم میکنین و موادتون رو میریزین رو کیک و میذارین. بعد نیم ساعت تا 45 دقیقه میپزه. تا نیم ساعت اولم به هیچ وجه در قالبتون رو اصلا باز نکنین. خب حالا یه خورده کف قالبتون رو چرب میکنین که نچسبه موادتون.
خب حالا همیشه برای اینکه کف قالبتون همیشه کیک موادش یه دست باشه یه خورده بکوبونین، این باعث میشه که همه جا قشنگ یه دست پخش بشه و درش رو حتما بعدش بذارین و تا نیم ساعت اصلا دست نزنین بهش. خب بچه این کیک دیگه پخته دیگه، میزنی چیزی بهش نمیچسبه. این حالا میرم برش میزنم بهتون نشون میدم. خب بچه ها کیکمون پخت. فقط نکته‌ای که داره اینه که تا زمانی که داغه باید سریع برش بزنیم و اون سوسی که قبلا کنار گذاشته بودیم و بریزیم روش. حالا به هر مدلی که دوست دارین برش بزنین. حالا این سوسی که داشتیم و یه ذره هم میزنم که حالا قشنگ مخلوط شه. اینو میریزیم روی تمام کیک. با قاشق قشنگ پخش کنین که به خورد خود کیک بره. و اینو قشنگ 2-3 ساعت بذارین تو همین دمای محیط، بذارین قشنگ تو خوردش بره. بعد از اون که از دما افتاد با همین قالبش بذارین 1-2 ساعت یخچال. این که دو همینطوری داغ هم میتونین همین الان مصرف کنین بخورین، ولی وقتی زمانی که داخل یخچال که میره خیلی خوشمزه تر میشه. اصلا طعمش با الان خیلی متفاوته. این هم قشنگ سسش. خب حالا من روشو یه خورده با این ترافلا برای اینکه قلا قشنگ تر بشه یه ذره تزیین میکنم.